سلام، این اولین ویدیوی منه و حالا از کجا شروع شد؟ همه چیز از یک دفتر نقاشی ساده شروع شد. وقتی بچه بودم هر وقت حوصله‌ام سر میرفت یک مداد برمی داشتم و شروع میکردم به کشیدن آدم خطی، همون استیک فیگورهای ساده‌ای که فقط از چند خط درست میشن. اون زمان نمیدونستم چرا دوستشون دارم، فقط حس میکردم این آدم خطی ها میتونن وارد هر ماجرایی بشن. گاهی سوپر قهرمان، گاهی یه آدم بامزه، گاهی هم یک جنگجوی شکست ناپذیر. سالها گذشت، بزرگتر که شدم فهمیدم همیشه یک چیز مشترک توی ذهنم بوده. من عاشق ساختن داستان هام بودم. هر چیزی که می دیدم یه داستان تو ذهنم براش می ساختم. حتی وقتی درس می خوندم تو حاشیه کتاب ها استیک فیگورهایی می کشیدم که با هم دعوا می کردن، می پریدن یا فرار می کردن، اما یوتیوبر شدن. اون از یک اتفاق ساده شروع شد. یک روز توی یوتیوب داشتم ویدیوهای انیمیشن استیک فیگور را نگاه می‌کردم. همون لحظه فهمیدم چیزی که سالها توی دفترم می‌کشیدم دقیقا همون چیزیه که هزاران نفر دارن با شوق تماشا میکنن. به خودم گفتم چرا من نسازم؟ چرا داستانهایی که همیشه تو ذهنم بوده رو به بقیه نشون ندم؟ ولی باز یک مشکلی بود. با خودم فکر میکردم من تجهیزات حرفه‌ای ندارم، انیمیشن پیچیده بلد نیستم، اما بعد فهمیدم استیک فیگور یعنی سادگی، خلاقیت و آزادی کامل. لازم نبود نقاش خارق‌العاده‌ای باشم، فقط باید داستان بگم و داستان گفتن همیشه بهترین توانایی من بوده. پس تصمیم گرفتم کانالی بسازم که توش هم خلاقیتم آزاد باشه، هم ساده شروع کنم و هم بتونم پیشرفت کنم. و این شد که کانال اسکچ را زدم، جایی که قرار استیک فیگورها زنده بشن و ماجراجویی کنن، بجنگن، عاشق بشن، بجنگن، بترسن، بخندن و کلی اتفاق عجیب براشون بیفته. هدفم چیه؟ هدفم ساختن داستانهایی که هم خودم دوستش دارم و هم بقیه. پیشرفت در انیمیشن سازی با هر ویدیو. ساختن یک جامعه از آدم‌هایی که عاشق ایده‌های ساده و خلاقانه هستن و شاید تبدیل شدن به کسی که یک روز مردم میگن این همون یوتیوبریه که از یک آدم خطی ساده یه دنیای کامل ساخت. پس لطفاً از من حمایت کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید. شاید برای شما چند تا کلیک کردن ساده باشه، اما برای من یک دنیا ارزش داره. و اینکه ویدیوهای بعدی من رو هم ببینید، چون قراره با هم بهتر کنیم.